پارت 1 باب اسفنجی اوتیسم داره. سوال اصلی که ممکنه برای شما سوال باشه اینه که چرا اختاپوس باید از باب اسفنجی مراقبت کنه؟ خب برای سالها مردم حدس می‌زدن که باب اسفنجی ممکنه نوع اوتیسم داشته باشه و برای مدت طولانی تحت مراقبت خانواده‌اش زندگی می‌کرده. یعنی تا زمانی که پدر و مادرش فکر کردن این ایده خوبه که باب اسفنجی به تنهایی زندگی کنه تا بتونه مستقل‌تر باشه. اونا یه خونه کاملا جدید برای اون خریدن و اختاپوس همسایه‌اش در اون زمان رو استخدام کردن تا مراقب باب اسفنجی باشه و مطمئن بشه که حالش خوبه. بله، این یه نظریه جالب به نظر میاد، اما اثبات کجاست؟ خب اجازه بدید با مهمترین بخش این نظریه شروع کنیم. این ایده که باب اسفنجی اوتیسم داره. وقتی شروع به بررسی رفتار باب اسفنجی میکنید به نظر میرسه که باب اسفنجی ممکنه اوتیسم داشته باشه. اما قبل از اینکه ادامه بدیم فقط میخوام اذعان کنم که این فهرست همه افراد اوتیستیک رو نشون نمیده، چون اوتیسم طیف گسترده‌ایه و افراد مبتلا به اوتیسم خودشون رو به روش‌های مختلفی بیان میکنن. با این حال بیاید این ادعا رو بررسی کنیم که باب اسفنجی اوتیستیکه. یکی از بارزترین ویژگی‌هایی که باب اسفنجی نشون میده ناتوانی اون در خواندن نشونه‌های اجتماعی. در طول کارتون باب اسفنجی واقعا در تشخیص احساسات مردم خوب نیستش. اون نمیفهمه که اختاپوس رو آزار و همچنین متوجه نمیشه که اختاپوس چه زمانی از دستش عصبانی میشه. باب اسفنجی همچنین برای کنترل احساساتش تلاش میکنه که یکی دیگه از ویژگی‌های اوتیسم. اون اغلب از چیزهای خیلی کوچیک ناراحت میشه و ممکنه از چیزهای کوچیک هم بیش از حد بترسه. باب اسفنجی هم به نظر میرسه که همه چیز رو به معنای واقعی کلمه میگیره و زبان استعاری رو نمیفهمه. برای مثال در اپیزود اسکوید آن استراک اختاپوس به باب اسفنجی میگه که میخواد ظلم رو تخته به تخته از بین ببره که این یه اصطلاحه. البته باب اسفنجی فقط معنای کلمه‌ای اون رو درک میکنه، چون شروع به از بین بردن کراسي کراب میکنه. بسیاری از افراد اوتیستیک هم علاقه خاصی دارن که اساسا بخشی از زندگی اوناست که اونا به شدت به اون علاقه دارن. در مورد باب اسفنجی پختن و سرخ کردن، کاری که بسیاری از مردم از انجام اون متنفرن، اما به نظر میرسه باب اسفنجی بیش از حد به اون دوخته شده. حتی زمانی که نمیتونه اون شیرینی‌های آبدار رو برگردونه ناراحت میشه. بنابراین همونطور که در این لیست میبینید باب اسفنجی ویژگی‌های مختلف اوتیسم رو نشون میده. با این حال اگه هنوز متقاعد نشدید که باب اسفنجی ممکنه اوتیستیک باشه، صدا پیشه خود باب اسفنجی تام کنی میگه که باب اسفنجی در واقع یکم اوتیستیکه. پارت دوم چرا اختاپوس؟ بنابراین الان که ثابت کردیم باب اسفنجی اوتیستیکه، باید بفهمیم که چرا اختاپوس برای مراقبت از باب اسفنجی انتخاب شد و چرا حتی با اون موافقت کرد. چون منظورم اینه که اون آشکار از بودن در کنار باب اسفنجی متنفره. خب این یه داستان طولانی، یه داستان واقعا طولانی. در واقع اونقدر طولانی که از دوران ما قبل تاریخ شروع میشه. در قسمت اوق نسخه بدوی باب اسفنجی اختاپوس و پاتریک رو میبینیم که به مزخرفات دریایی دست میزنن. این بیشتر در اطراف اونا برای کشف آتش متمرکزه. این قسمت واقعا مهمه چون نشون میده که خانواده باب اسفنجی و اختاپوس مدت زیادی که همدیگه رو میشناسن. اما این تنها باری نیست که شاهد تعامل باب اسفنجی و خانواده اختاپوس در طول زمان هست. در اپیزود رقصندگان و اژدها خانواده‌هاشون رو در حال تعامل در قرون وسطا می‌بینیم و در قسمت آفت غرب خانواده‌هاشون رو می‌بینیم که بار دیگه در قبر وحشی با هم تعامل دارن. بنابراین میشه فرض کرد که با چنین سابقه طولانی این دو خانواده خیلی نزدیکن. به این معنی که اختاپوس قطعاً خانواده باب اسفنجی رو میشناسه و حتی ممکنه احساس کنه که موظفه به اونا کمک کنه تا از باب اسفنجی مراقبت کنه. اما الان ممکنه این سوال برای شما پیش بیاد که چرا اگه اختاپوس در حال کمک به خانواده باب اسفنجی در طول کارتون شاهد تعامل با خانواده باب اسفنجی نیست؟ خب ما واقعا اینو میبینیم، اما اونقدر هم که فکر میکنید واضح نیستش. در قسمت اسپانج بابز بیگ برثدی بلو اوت ما میبینیم که والدین اختاپوس و باب اسفنجی در یک مهمونی برای باب اسفنجی شرکت میکنن. بنابراین قطعا میدونیم که اونا با هم تعامل میشه. در قسمت بوس‌های مادر بزرگ مشخص میشه که اختاپوس حتی مکان خونه مادر بزرگ باب اسفنجی رو در حین گوش دادن به مکالمات اونها میدونه. اما بهترین اثبات از کارتون باب اسفنجی نیستش، بلکه کمیک استریپ با عنوان گریت گرندما منتشر شده توسط نیکلودن هستش. در کمیک باب اسفنجی اختاپوس رو دعوت میکنه تا به خونه مادر بزرگش بره. اون موقع اختاپوس جواب میده که اگه اون هیچ کدوم از موسیقی‌های کرونی رو پخش نکنه از اونجا میره. اختاپوس از کجا میدونه که مادر بزرگ باب اسفنجی چه نوع موسیقی رو مینوازه اگه قبلا ملاقات نکرده باشه؟ بعداً در کمیک اختاپوس در نهایت به دیدن مادر بزرگ باب اسفنجی و حتی میگه که میخواد دوباره بدون باب اسفنجی به دیدار بره، چون هر دو علاقه مشترکی دارن و خیلی خوب با هم کنارن. بنابراین شواهد محکمی وجود داره که نشون میده خانواده اختاپوس و باب اسفنجی قطعاً به نوعی با هم تعامل داشتن.
با این حال به نظر میرسه شواهد کافی برای اثبات اینکه اونها به طور خاص در مورد مراقبت از باب اسفنجی صحبت کردن وجود نداره، اما نبود شواهد ممکنه خودش مدرک باشه. بنابراین اگه این درسته که والدین باب اسفنجی اختاپوس رو برای مراقبت از باب اسفنجی استخدام کردن، اونا نمیخوان باب اسفنجی بدونه، چون تمام هدف اینه که باب اسفنجی احساس استقلال کنه. و از اونجایی که کارتون بر اساس دیدگاه باب اسفنجی، منطقیه که ما مدرک چندانی از این اتفاق در کارتون نمیبینیم، چون سعی داره از باب اسفنجی پنهان بمونه. پارت 3 توافقنامه. بنابراین الان که ما ثابت کردیم والدین اختاپوس و باب اسفنجی با هم کار میکنن، الان باید بفهمیم که چرا اختاپوس حتی حاضر از باب اسفنجی مراقبت کنه. یعنی اگه انقدر از باب اسفنجی متنفره، چرا کارشو رها نمیکنه؟ خونه‌شو نمیفروشه و تا جایی که میتونه از باب اسفنجی دور نمیشه. در طول کارتون بارها خونه اختاپوس رو دیدیم که تخریب شده. با این حال اون هر بار در کنار باب اسفنجی به بازسازی خونش در همون نقطه ادامه میده. آیا برای سلامت روانی اختاپوس خیلی ارزان‌تر و بهتر نیست که خونش رو در جای دیگه بازسازی کنه؟ بله، ما ثابت کردیم که اون توسط والدین باب اسفنجی استخدام شده تا از باب اسفنجی مراقبت کنه. اما با دیدن دردی که اختاپوس در اطراف باب اسفنجی متحمل میشه، چرا حتی با اون موافقت میکنه؟ واضحه که چیزی اختاپوس رو نزدیک باب اسفنجی نگه میداره و منظورم از چیزی پول نیستش. در این کارتون مشخص میشه که والدین باب اسفنجی در واقع کاملا ثروتمندن. به عنوان مثال در قسمت نو فری راید ما میبینیم که والدین باب اسفنجی یه قایق کاملا جدید رو به عنوان هدیه به باب اسفنجی میدن. بنابراین اگه والدین باب اسفنجی پول زیادی داشته باشن، غیر ممکن نیست که به اختاپوس پول بدن تا از باب اسفنجی مراقبت کنن. اختاپوس و باب اسفنجی هر دو در کراستی کراب کار میکنن و همونطور که در طول کارتون میبینیم آقای خرچنگ به شدت حریصه و دوست داره حداقل حقوقو به کارمندانش بده. I don't pay you to breathe. You hardly pay us at all. به سختی از آقای خرچنگ شاید تعجب کنه که باب اسفنجی و اختاپوس چطور میتونن زندگی کنن. هر دو اونا خونه‌های زیبا، اساسیه زیاد و مقدار بی‌پایان غذا دارن. منطقیه که والدین باب اسفنجی به هر دو اونا پول بدن تا زندگیشون رو تامین کنن. این همچنین توضیح میده که چرا اختاپوس حداقل‌ها رو در محل کار انجام میده، چون بیشتر پول اون از مراقبت از باب اسفنجیه که با اون کار میکنه و کار واقعی انجام نمیده. اما الان ممکنه به این فکر کنید که چرا آقای خرچنگ بعد از اون به دلیل تنبلی اختاپوس رو اخراج نمیکنه. خب فکر کنم آقای خرچنگ از توافق بین اختاپوس و والدین باب اسفنجی خبر داره و میترسه که اختاپوس رو اخراج کنه، چون باب اسفنجی بهترین کارمند کراستی کراب رو از دست میده. منم فکر میکنم آقای خرچنگ میدونه که باب اسفنجی اوتیسم داره و بنابراین باب اسفنجی رو در کنارش نگه میداره تا بتونه برای داشتن کارمند معدود از مزایای مالیاتی برخوردار بشه. خب دوستان، نظر شما چیه؟ آیا این نظریه امروز برای شما منطقی بود؟ اگه منطقی نبود حتما دلیل خودتون رو توی کامنت ها برام بنویسید. ازتون ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. اگه از ویدیو لذت بردید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و